سلام بچه‌ها، چطورین؟ من از منگو برای خود پالتو گرفتیم، یک تا کفش و یک تا پالتوی دیگه هم گرفتیم. گفتیم بیام که شما از این کارهایی که دیگه میکنم من بکنم. خب ببخشید دیگه تیپم زیاد جالب نیست، لباس که میکنم اینا رو من در بلک فرایدی یعنی آنلاین بیشتر کردم. ایره پاره نکنیم که باز بوی خب این چه کاری بود تو کردی؟ از این طرف داریم چه باحال. این پالتویش هست، تخفیف خورده بود، از 100 خورده شده بود 80 یورو. نمیفهم که برای من میگه یا نه. و متاسفانه ما از پالتوهایی که جیب ندارن اصلا خوشم نمیآید. باش توی دقیقه فکر کنم باید اینجاشو پاره کنیم جیب داره. نمیفهم از پالتویی که جیب نداشته باشه اصلا خوشم نمیاد. اینقدر پالتویه، شما نظرتون رو بگین که این برای من میگه یا نه، چون اگه برای من نگه من این را پس میتونم. و یک چیزی که هست این من از این شانهاش خوشم نمیاد. نمیفهم جنسش که خوب است دیگه، شما بگین. کفش رو سعی میکنیم بچه. کفش هم که گرفتم یه نورمال، من اصلا کفش پاشنه بلند نمیتونم پاشم چون پایم درد میگیره، اما این پاشنشو خب بلند نبود و شماره 40 سایز پای خودم. یک کم راه رفتن باش برم راحت تر، البته شاید 10 دقیقه، اما یک بار خواستم که تیپ خانمانه بزنم. میفهمم من این پالتو هم گرفتیم و سالهای زیادی که اصلا شاید ایره فقط یک بار پوشیدیم و دیگه نپوشیدیم. نمیفهم چرا، اتفاقا گران هم گرفتم اما نمیفهم چرا هیچ وقت نپوشیدم. و یک پالتوی دیگه هم گرفتیم، الان براتون نشان میدم. دوز خانه سعی نکنید، جای تنگ است بچه ها. ایره هم گرفتیم، ایره است چه بیاد کلون میدم. یک بار پوشیدم، ایره تقریبا 2 هفته پیش گرفتم. 2 هفته پیش گرفتم و شما از نزدیک ببینید کمد من خیلی مرتبه، فکر نکنید. نگاه کنید پالتو هم یک طرف، کمد من سعی کنید مرتبه عزیزم. فقط اون بالا چون که این کیف خواهرمه، چون جا نداریم زیر زمین دوره، به خاطر همین گوشیم بالای کمد. اینم به خاطر اون گوخورایی که میگفتن. ایرم من 160 یورو گرفتم. به میاد نه؟ خیلی خوشگل شدم نه؟ این قشنگ تره. دیگه چی گرفتم؟ من 3 تا پالتو دارم. آره 3 تا پالتو. بچه چطوره؟ خوبه؟ این قشنگه یا اون قهوه‌ای قشنگه؟ امسال قهوه‌ای موده، ولی خب من اینو دوست دارم عزیز. اونو نمیدونم، اگه به میاد دوباره شما نگاه کنید. من نمیدونم، احساس میکنم بهم نمیاد. نمیدونم ولی رنگش خیلی بهم میاد، اینو میدونم. خب ولی احساس میکنم پالتو بهم نمیاد. I don't know. یه دقیقه صبر کن بچه ها. اینو پوشیدم. خب شما بگید که به من میاد یا نمیاد. اینم شلوار پارچه‌ایه، از برشکا خریدم.
بچه ها کله من خیلی کوچیکه، این مال خواهرم کلاهه، ولی بذارید اینو سر کنم. خیلی بزرگ بود. چرا همه کلاه اینا بزرگه؟ what the fuck. بلش کن، مال خودم قشنگ‌تر. وای عجب سکسی شدی، عجب دختر فکسی شدی. خودی مچکر میری بچه ها. اینجوری میاد، از نزدیک هم ببینید اینجوری میاد. حالا بذارید اینو بپوشم. ولی این خیلی گرم نمیگیره، ولی فکر کنم اون خیلی گرم بگیره. ولی من عاشق پالتو هم، چیکار کنم؟ مثلا کاپشن هم دارم 3-4 تا، ولی خب پدوی لیو همش چسبیده به صورت، پشمات چسبیده لیو به، ولی همش دوست دارم که عاشق پالتو هم، نمیدونم چرا خیلی دوست دارم پالتو. جنسش هم ببینید، به پشت نگاه نکنید خانمم. ولی کمدم تمیزه بچه، تمیز کردم دیشب کمدم. دک مانگو برشکا نظراتون رو توی کامنت ها برام بنویسید که کدومش بیشتر بهم میاد. اگر که بهم میاد نگرش میدارم، اگر که بهم نمیاد پسش میدم. ولی کفشا رو 100% نگه میدارم، به خاطر اینکه اولین کفش پاشنه بلند عمرمه با 31 سال سن، که میتونم واقعا مثل آدم باش راه برم، یعنی احساس بد ندارم. باید پاشنش خیلی کم باشه و واقعا با این شلوار پارچه‌ای خیلی میاد. توی منگو فکر کنم 50 یورو یا 60 یورو گرفتمش. اینو 160 گرفتم. شلواره هم تقریبا 50 یورو گرفتم. پالتو هم تقریبا 100 تا بود فکر کنم، 85 تا گرفتم دیگه. همین دیگه دوستان، نظراتون رو توی کامنت ها بنویسید اگه شما پالتو باز هستین. هر چیزی به چشمم نمیاد خانم. البته میخواستم از زارا بگیرم، اتفاقا یه پالتو خیلی خوب دیدم اونجا و یه همکار قدیمیمو دیدم که برگشتم داشتم باش صحبت می‌کردم. گفتم مثلا خب موقعی هم که تو زارا کار می‌کردم نمیدونستم، تازه داشتم کار می‌کردم، نمیدونستم جنسش چه جوریه. بعد اون خب خیلی سال بود اونجا کار می‌کرد. بعد برگشت بهم گفتش که اون اصلا جنسش خوب نیست، بیشترش پلاستیک بود، یعنی 80% یا 90%ش پلاستیک بود، ولی مدلش خیلی قشنگ بود. اگه دوست داشتین زارا اون پالتوها رو داره، خیلی پالتوهای شیکی بود. ولی خب بازم دیگه من رفتم اینو خریدم، گاو شدم.